салом алейкум, дӯстони азиз. Номи ман Аюб. Видеоброшени ман именно барои фарзанди Муҳаммад Иқбол. Ман як юрист як советот метавам. Падарта беномус нагӯ. Ман ба имонам қасам мехӯрам ки фарзанди Муҳаммад Иқбол ҳар рӯз, ҳар минути секунд падарша беномус мега, падарша гирён мекуна. Ба имонам қасам мехӯрам. Чӣ хеле ки Муҳаммад Иқбол падарша ҳар минути секунд лаънатиш мегуфт, худозадаш мегуфт, туфш мекард. Ба гуфтаи ҳамсояи Муҳаммад Иқбол. قلندر صدرالدین از شرم و حیا دیگر نمیتوانست در اردوگاه گریزگان در قندوز بماند، زیرا هر یک گریزه قصه نکاح محمد اقبال را با قماندان غلام میدانست. خرد و کلان، زن و مرد هم در بین گریزگان و هم ساکنان افغانستان در این باره می گفتند و ملا قلندر و پسرش محمد اقبال را با انگشت نشان می دادند و او روز اهلی آیلش را گرفته به هرات می گریزد. ولی آیا می توان از بیشرفی فرار کرد؟ محمد اقبال نورس اساسی ترین مقدسات مردی را از دست داده بود، ناموس را. باز این سری وقته پدرتا بشنون ای گوشش میگیری شتا دهنی کنش میزنی چوربانا بیناموسا خشوک بفهمونش. ایمینا باید محمد اقبال نام زنی توجیکا در دهنش نگیره، برای که بیناموس یک آدم بیناموس حق نداره که یک نام زن در دهنش بگیره. پدرت نمیدونه چطور تکوی زن فهمو؟ خیلی پدرت بیناموس شید تو باناموس شد. ای بیناموسا من رمضان نگاه دارم یک ماه رو نه چی گپایی که مردم زده سای نصیب باشه حیات تاریخ محمد اقبال یک تو سیره خواهد رفت. وزیان سری وقته باید پدرت یک ویدیو براشینی کنم، باید بخشیش بپسایی مدرای توجیک. محمد اقبال 12-13 ساله بچه ایو قدر در این باره مایی را گناهگار کرده نمیتونیم. اساساً گناهگار پدرش ای نهضت اسلامی ای. وقتی که پدرش همی نهضت اسلامی را ساختن و ساختیم و مردم در همه چیز که آوردیم، خیلی عاقبت جنگ خونریزی و جنگ خونینه در تاجیکستان وقتی برپا کرد نهضت اسلامی، عاقبتش به همین کارا بعد یعنی ثمره‌اش و نتیجهش همین کارا شد. یعنی همین بد اخلاقی محمد اقبال خب با نرک بیزنس گرفتار شدن بعضی دیگرها، نرک منشدن بعضی دیگرها، تجاوز شدن بعضی زنها و دخترهای تاجیک در افغانستان به چشم میرسید. همه سببش همین نهضت اسلامی است. هیچ یگان چیز دیگر نداره. نهضت اسلامی یک نهضت است که تمام مردم همه جهت ضرر داد، از جهت دینم، از جهت اخلاقم، از جهت انسانیگری هم، از جهت وطنداری هم، همه جهت. کی ویناوت است؟ حکومت جمهوری ترکستان یا کی نهضتیو؟ مصیبت پدر و پسر. من یک پدر حیران هستم. چهره فریبگر همه مقصدهای را که دل مکارانش به نقشه گرفته است پنهان می دارد. حکمت بزرگان. طوری شاهدان نقل کردند بعد این حادثه های پر از ننگ و نفرت و شرمندگی در میان عامه، ملا قلندر با اهل آیلش به هرات کوچ بست. یعنی خواست از نظر جامعه و مردم خودی آبرو ریخته و پسر ناموس باخته‌اش را پنهان کند. ولی کجا میتوان از خود گریخت؟ هر دفعه محمد اقبال را دیدن آتش شرم و خجالت سراپای وجودش را میسوخت، خاکستر میکرد. پس این شب و روز از خانه غیب زدنهای محمد اقبال احوال او را خرابتر میساخت، زیرا یقین میدانست که پسرش
باز پی جستن ملهم دردی بی دوایش رفته است. ملا قلندر دیگر صبر و تحمل را از دست داده بود و روی راست بد اخلاقی های محمد اقبال را روبرویش می گفت. او را در تمام شرمندگی های خود در بین جامعه گناهکار می کرد. او اندیشه نمی کرد و اعتراف کردنی نبود که محض خودش و دیگر سرکردگان تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی این روزهای پر از تحقیر، حقارت و حماقت، بی‌ناموسی و بدبختی را به سر محمد اقبال و ده ها نفر جوانان مثل او آوردند. طور روند حادثه های بعدی نشان دادند محمد اقبال پدرش را نبخشید. بعد فریب دادن شریکان تجارتی و صاحب مبلغ مفت گردیدن او به اروپا گریخت و جامعه را دریافت که برای دردمندان چون او مکان راحت است. او اکنون مصرعی کند همجنس با همجنس پرواز را زود تکرار می کند و به معنای اصلش شرح می دهد. تنها پدرش را تا آخرین نفسهای عمرش نبخشید، چون در وجودش نیمی ذره از اصالت انسانی و مهر بر پدر باقی نمانده بود. اونهایی که از پدر رنجیدن خیلی روشنن. این گونه آدمون از تمام رهبرها می رنجند، زیرا دعوای محبت پدر رو از رهبر میخواهد بگیرد. رهبر که پدرش نیست اون رو دوده نمیتواند. او از رهبر ناراضی است، و از معلمش ناراضی است، و از رئیس قشلاقش ناراضی است. و من از همه آنهایی که از نگاه موقع اجتماعی روانی میتوانند در مسند پدر بشینند، از اونها اون دعوا رو دارد و از بس که گرفتن نمیتواند همیشه در حالت جنگ، مخالفت، ناراضگی، اعتراض با این آدمان قرار